ارزش باشن. دفاع جمهوریت اینمی ارزش هاست. آزادی بیان اگر سرش بحث بکنیم، خب آزادی بیان اینمی چند تا رسانه آزاد نباشن و این ابتکار عمل نداشته باشن، خب آزادی بیان چی مفهوم داره؟ هر روز ژورنالیست‌ها متاسفانه هدف قرار میگیره. فعالین جای مدنی در خطر هستن. اینال این یک ارزش ما که زیر خطر است. خب مفاهیم دیگه شینمی هست که شما اساس و انجن مردم سالاری و حاکمیت مردمی که این انتخابات از این نهادهای انتخاباتی است این شکل بده. پارلمان افغانستان چند تا کاندید وزیر رای اعتماد ندادن و به اساس قانون ایجاب میکنه که و دیگه در وزارت پس نرن، ولی امروز بازم رو کار میکنن. پس این اگر جمهوریت باشه و این ارزش قانون سالاری باشه، قانونمندی باشه، متاسفانه که صفر است. خب شما اگر فردا رو با مخالفین سر بحث انتخابات مذاکره میکنن و مجادله میکنن، نتایج انتخابات 2014 را براتون بگه، 2018 را بگه، 2019 را بگه، شما خودتون قبول نمیکنین نتیجهش، شما بالاخره چی جواب دارین؟ خب این یک فرصت بود که برای اصلاحات انتخاباتی کار میکردین، حداقل در میز مذاکره میگفتن که این مشکلات رو داشتیم، برای حلش این اقدامات آغاز کردیم و پس به اساس اقدامات عملی وارد چلن میکردیم. دیگه ما در اختیار خام متاسفانه خود بسته کردیم و